با ما مولانا نصرت الله وفایی عالم دین در رابطه به شب قدر، لیلة القدر صحبت می داشته باشیم. سلام علیکم، خسته نباشین. درود و مهر خدمت شما. خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. سپاسگزارم از شما و از کارمندان شما که ما را دعوت کردند در برنامه خویش. از طریق شما از برنامه شما برای تمام امت مسلمه و بالخصوص مردم رنجیده افغانستان سلام عرض می‌دارم. بخیر بایزد باشین، سلامت باشین. جناب استاد، بیاین روی شب قدر صحبت‌های داشته باشیم. شب قدر چه جایگاه در اسلام داره و چرا برتر از 1000 ماه قرار گرفته؟ نخست از همه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قال النبی صلی الله علیه و سلم: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. این حدیثی است که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب خویش درس کرده. از این حدیث فضیلت شب قدر را دانسته می شود. رسول نازنین صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی اگر شب قدر را اگر به خاطر رضا و خوشنودی الله سبحانه و تعالی قیام بیاورزه، تمام گناهان قبلی آن بخشیده می شود. این دلالت به فضیلت شب قدر میکنه. و همچنین ما یک سوره داریم به نام سوره قدر که الله جل مجده وضاحتا صراحتا بیانگر میشه که لیلة القدر خیر من الف شهر. شبی است که از 1000 ماه بهتر است که برای امتان تو نازل کردم ای محمد. بسیار خوب، بسیار خوب. فضیلت این ما را اگر بر ما بگوین، فضیلت این شب را البته که چقدر عبادات در این شب فضیلت داره و تفاوتش با دیگر شب‌ها چی است؟ دقیقاً تفاوت این شب با شب‌های دیگر خیلی واضح است. الله سبحانه و تعالی که صراحتاً بیانگر شد برای رسول نازنین صلی الله علیه و سلم گفت که اگر امتان تو این شب را اگر به قیام و عبادت و طاعت سپری کنند، گویایی که 1000 ماه را اینها در عبادت و طاعت الله سبحانه و تعالی سپری کرده. و همچنین حدیثی که قبلا برای شما خواندم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وضاحتاً بیانگر شد که من قام لیلة القدر، کسی اگر شب خیزی داره خصوصا در شب‌های قدر، گناهان قبلی تمام آن بخشیده می شود. و این لیلة القدر، شب قدر، بسیار فضایل زیادی دارد. تفاوت این شب با شب دیگر، یک شب با کیفیت به اعتبار ثواب تقرب جستن به الله سبحانه و تعالی گویا که از 83 سال بالاتر از شب‌های دیگری وجود داره. خیلی خوب. از دیدگاه قرآن عظیم شان شما آیه مبارک را همچنان به خوانش گرفتین. از دیدگاه قرآن عظیم شان بر ما بگوین که چه جایگاهی برای شب قدر قائل شده؟ شب قدر خصوصیت‌های زیادی داره که من اول بپردازم برای شما که یک سوره به نام سوره قدر دقیقاً برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده که انا انزلناه فی لیلة القدر. مفسرین اکرام در تفسیر این سوره یا در شأن نزول این سوره گفتگوهای خیلی زیادی دارن. حضرت ابن حاتم از مجاهد نقل روایت میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اصحاب خویش عبادت و طاعت شخصی از بنی اسرائیل را تذکر داد. گفت که 1000 ماه لباسی در تن داشت، لباس جهاد، یعنی در راه الله جهاد میکن. لبس من الصلاح الف شهر، یعنی به خاطر خدا، به خاطر رضای الله 1000 ماه در صف جهاد بود، جهاد میکرد. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمین که در اطراف و اکناف رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، آنها تعجب کردند، گفتند یا رسول الله، ما خیلی عمر کوتاهی داریم ولی اون خیلی عمر درازی داشته، کاش که ما هم عمر دراز می داشتیم که عبادت و طاعت الله را بیشتر میکردیم. الله سبحانه و تعالی این سوره را نازل کرد: انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. ای محمد برای امتان خویش بیانگر شو، ما برای امتان تو شبی را نازل کردیم، یک شبی که از 1000 ماه بهتر است. روایت دیگری است که میفرماید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اصحاب خویش شخصی را که یاد آوری کرد شب تا هنگام صبح عبادت الله سبحانه و تعالی را میکرد و همچون روز تا هنگام شام مصروف جهاد در راه خدا بود. 1000 ماه به همچون سلسله روز جهاد و شب عبادت و طاعت الله سبحانه و تعالی را میکرد. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها تعجب کردند، گفتند یا رسول الله، ما خیلی عمر کوتاهی داریم، نمیتونیم به این عمر کوتاه طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی را کنیم. الله سبحانه و تعالی برای امتان رسول اکرم صلی الله علیه و احسان کرد، این سوره را نازل کرد: لیلة القدر خیر من الف شهر، شبی است که از 1000 ماه بهتر است. یک قول دیگر را برای شما ذکر کنم. بعضی ها روایت میکنند روزی از روزها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 4 شخص را یاد آوری کرد.
حضرت زکریا یوشع خیلی عمرهای زیادی داشتن، بیشتر از 80 سال مصروف طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی بود. خیلی خوب. وقتی که اصحاب این را شنیدن، آنها هم افسوسی را کردن کاش که ما هم همچون عمری می داشتیم، چون که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها خیلی مشتاقانه بودند که طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی را بیشتر نماید. الله سبحانه و تعالی احسان کرد برای امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این سوره را نازل کرد لیلة القدر خیر من الف شهر، شبی که از 1000 ماه بهتر است. این ویژگی برای امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دقیقاً شب قدر تنها به امتان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برمیگرده و تمام عالمیان؟ بله، نکته خوبی را اشاره کردین. در تفسیر مظهری همین نکته را اشاره کرده. این شب تنها ویژگی امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، برای دیگر امت ها نبوده. و این قول را ابن کثیر هم در تفسیر خیش تایید کرده. یعنی تنها این یکی از ویژگی ها و خصوصیت امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. گرچه عمری کم دارن، اگر 70 80، اگر در عمر 20 سال که اونها اطاعت عبادت الله را میکنن، گویا که 83 سال مصروف اطاعت عبادت الله سبحانه و تعالی باشه. دقیقاً. در کدام شب ها پنهان است؟ این شب ها اکثرا دهه اخیر است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دهه اول را اعتکاف نشستن. ماه رمضان 3 دهه است، دهه اول است، وسط است، سوم است. وقتی که دهه اول را اعتکاف نشستن، سپس دهه وسط را اعتکاف نشستن، سپس دهه اخیر را اعتکاف نشستن برای اصحاب خویش. در حدیثا میاد فی قبة ترکیه، یعنی خیمه ترکی. سر خدا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خیمه بیرون که گفت ای اصحاب من در دهه اول اعتکاف نشستم، به این امیدوار بودم شب قدر شاید در دهه اول باشه، در 10 روز اول باشه. در دهه وسط اعتکاف نشستم، فکر کردم، گمان این را کردم شاید در دهه وسط باشه، ولی فرشتگان الله سبحانه و تعالی نزد من آمد، گفت که شب قدر در دهه اخیر وجود داره. یقینا در دهه اخیر وجود داره. و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، میگه شما در دهه اخیر خیلی کوشش کنین که شب قدر را دریافت کنین، خصوصا در شبهای طاق. فاطلبوا فی الوتر منها، یعنی شما طلب کنید شب قدر در روزهای طاق از شبهای قدر. خیلی خوب. دلیل مشخص نبودنش یا پنهان شدنش در شبهای دیگه مشخص هست یا خیر؟ دلیل پنهان شدنش یک فلسفه حکمتش است، چیزی که بسیار اگر قدر و مهم زیاد داشته باشه دقیقاً او پنهان می باشه. شما میبینین اسم اعظم را در قرآن عظیمشان وجود داره، وجود داره ولی مشخص نیست. و همچنان شب قدر چون که مشخص نیست، علتش در الله به جایگاهش میکنه. و یک حکمت فلسفه دیگری را علما ذکر کرده، چون که شب قدر مشخص نبود به خاطر اینکه این بندگان الله سبحانه و تعالی یک شبی را خاص به خاطر باید تعالی مشخص نکنه، درست، بلکه مشتاقانه با محبت عاشقانه. اگر شبهای طاق را که اونها سپری میکنه، شب 23 25 27، یعنی بایی است که کدام شب از شبهای قدر باشه که اینها دریافت کنه، یک نوع لذت خاصی داره برای بندگان الله سبحانه و تعالی. خیلی خوب جناب وفایی عزیز، بیاین در رابطه با خصوصیات هم صحبت بکنیم. خداوند نصیب ما و شما همچنان بگردانه و همچنان خداوند توانایی نصیب بکنه که عبادات را انجام بدیم. در رابطه با خصوصیات که چه نشانه هایی داره، علما چی گفتن و در احادیث نبوی چی گفته شده؟ خصوصیات شب قدر را میخواهم از خود سوره قدر برای شما بیانگر شم، چون که ما یک سوره داریم به نام سوره قدر. دقیق. الله سبحانه و تعالی این سوره را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شکل یک مژده، به شکل یک بشارت خاص نازل کرد. انا انزلناه فی لیلة القدر. چند خصوصیت گرچه زیاد داره، ولی چند خصوصیتی که از خود سوره های قرآن و بالخصوص سوره قدر که ما مطالعه کنیم، هر آیش را بنگریم، این دلالت به ویژگی های شب های قدر میکنه. اولین خصوصیت ویژگی شب قدر این است، انا انزلناه فی لیلة القدر. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردم. قرآن دو نزول داره، که نزول دفعی داره که یک بار از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده، یک بار، و بار دوم کم کم بنابر ضرورت یا بنابر طبق ضرورت در مدت 23 سال برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. قرآن یک کتاب بزرگی است، یک کتاب انقلاب تغییر آورنده، یک کتابی است که قانون جامع کامل بوده. یک بزرگترین معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شب قدر نازل شده است. این یکی از ویژگی هاست. ویژگی های دومی که از سوره قدر فهمیده می شود،
الله سبحانه و تعالی میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر که از 1000 ماه بهتر است. اگر شما محاسبه کنید 1000 ماه را تقریبا 83 سال و 4 ماه می شود. گویا که بندگان الله سبحانه و تعالی اگر اونها یک شبی را در طاعت و عبادت الله شب خیزی دارند، گویا که 83 سال و 4 ماه آنها طاعت و عبادت الله را کرده باشه. این قدر پاداش را الله سبحانه و تعالی میدهند. ویژگی دوم الله سبحانه و تعالی در این سوره بیانگر میشه تنزل الملائکه و الروح فیها، یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی ملائکه فرشتگان خدا در روی زمین میفرستن، میگه برو فرشتگان من بندهان من را ببین آنها مصروف چی هست این شبهای مبارکه. و روح مراد از روح از اکثر مفسرین قائل بر این است که حضرت جبریل امین است. یعنی الله سبحانه و تعالی حضرت جبریل امین و فرشتگان را در روی زمین میفرسته تا بندگان خدا را آنها ببینند که آنها مصروف چی کارها بوده. این یک از ویژگی خاصی است. ملائکه و روح فیها من کل امر، این فرمان خداست. آمدن فرشتگان، آمدن حضرت جبریل امین که ناظر بر عبادت بندگان خود میشه. این فرشتگان این ویژگی هایی است که الله سبحانه و تعالی برای امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل کرده. در سوره قدر برادر عزیز شما اگر متوجه باشین کلمه سلامون ذکر است. این سلامون سلامتی باد. مفسرین کرام خیلی توجیه های زیبایی کرده. سلامون یعنی این شبی است که محفوظ و مسون از همه یعنی عذاب ها و سختی هاست. یا کلمه سلامون یعنی که فرشتگان الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود سلام میفرستند. توجیه دیگر مطلب دیگری که سلامون مفسر کرام کرده یعنی الله سبحانه و تعالی فرشتگان خود را بالخصوص حضرت جبریل امین را میفرستند، میگه برای بندگان من که اونها مصروف طاعت و عبادت و شب نماز تراویح دارن، نماز تهجد دارن، اونها عبادت میکنن، نمازهای نفلی میخوانند، مصروف اینها باشد، برای بندگان خود سلام بگین. حتی که مفسرین قائل به این است که حضرت جبریل امین در شبهای قدر میاد به همراه بندگان الله سبحانه و تعالی مصافحه میکنه. و این نشانه ای دارد که مصافحه کردن، علما فرمودن مصافحه حضرت جبریل امین با بندگان الله سبحانه و تعالی، یک بنده خاصی الله که شب عبادت میکنه وقتی داره که نماز میخونه بدنش به لرزه میاد، این احساس آرامش میکنه و از چشمان یک قطره اشک جاری میشه. این معنای مصافحه حضرت جبریل با بندگان الله سبحانه و تعالی بوده. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی نکات مهم را اشاره کردین. اکثر علما و اکثر افراد را ما دیدیم که میگویند که زیادتر تمرکزشان تاکیدشان روی این است که در شب قدر در شب 27 زیادتر می باشه، یعنی در او پنهان است. دلیلش ویداست یا کدام چیز وجود داره که زیادتر تاکید می‌ورزند روی شب 27؟ شب قدر دقیقاً در 27 است. در 27 نه بلکه در روزهای طاق. دقیق. روزهای طاق گفتن. در روزهای طاق را گفتن. 23 25 21 23 25 27 29. گرچه بعضی حدیث هاست که او اشاره به این میکنه که 23 هست. بعضی حدیث ها آمده که اصحاب رسول اکرم گفتن که ما نشانه ای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت ما او را در شب 25 دریافت کردیم. بعضی قائل است که در 27 دریافت کردیم. ولی ما چون که اکثر مفسرین اکرام قائل به این است که شب قدر در 27 است. چون در اینجا یک نکاتی است، یک رموزی است میخوام که اشاره کنم. خیلی خوب. قبلا سوره قدر را برای شما خواندم. الله سبحانه و تعالی سوره قدر را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل کرد. شما اگر فکر کنید سوره قدر انا انزلناه فی لیلة القدر، اگر به اعتبار کلمات، چون که هر آیه مرکب از کلمات است، دقیق 30 کلمات داره، این اشاره به 30 میگه قرآن کریم 30 جزء است، 30 پاره هست. اگر به اعتبار حروف شماریش کنیم حرف های سوره قدر را که از اول انا انزلناه تا آخره حتی مطلع الفجر حساب کنید 114 حرف است. و این اشاره بر این میکنه که یعنی قرآن 114 سوره هست. دقیق. و نکات دیگری که در اینجا هست، کلمه هیه که در قرآن است، هیه حتی مطلع که هیه همین شب قدر تا طلوع فجر است برای امتان رسول اکرم. در حساب مراتب شما حساب کنین در مرتبه 27 قرار داره. مفسرین کرام میفرمایند که این یک رمزی است که اشاره به این میکنه که اکثر شب قدر این در 27 است. و همچنان در قرآن کریم کلمه قدر در 3 جا تکرار شده. یکی در مرتبه 5، یعنی کلمه است که در مرتبه 5 قرار گرفته، در مرتبه است که در مرتبه 10 قرار گرفته و در مرتبه 12 قرار گرفته. یک رموز ریاضی است، اگر شما 5 جمع 2 15 15 جمع 12 میشه 27 و این هم اشاره به این میکنه چون قرآن این اعجاز قرآن است. و همچنان یک رموز دیگری وجود داره، اکثر علما مفسرین کرام قائل به ما از طریق ریاضی میدونیم. کلمه لیلة القدر 9 حرف است. درست.
و 3 مرتبه در سوره قدر تکرار شده. شما 3 را ضرب 9 بزنید 3 9 میشه 27 میشه. این اعجاز قرآن است، یک اشاره هست برای کسایی که خصوصا یعنی اکثر قائل مفسر به این است که در شب 27 است. ولی یک نکاتی را میخوام که دیگه خیلی مختصر اشاره کنم. علامه مفتی تقی عثمانی رحمت الله علیه تفسیری داره، او میفرماید گرچه حدیث های متفاوتی آمده، بعضی اصحاب قائل به 21 است، بعضی به 23 هست، ولی ایرا بدانین مسلمان های را باید بدانه شب های قدر در هر سال تغییر پیدا میکنه، گاهی اوقات 27، گاهی اوقات 23، گاهی اوقات در 24 که تعارض در بین حدیثان نیست. یک توجیه است که برای شما کردم. خیلی خوب، خیلی خوب. یعنی در جستجویش از می دهه اخیر ماه مبارک عباداتتان را انجام بدین از دهه اول و زیادتر به خاطر از اینکه در جستجوی شب قدر باشن دهه اخیر انتخاب بکنن، خیلی خوبتر خواهد شد. و امیر روزای خود رمضان هم بعض وقت چی میشه، بعض وقت یک ماه کم میاد زیاد میاد، اینی موارد هم هسته که زیادتر اینا هم میگه که داخل منتظر میباشیم که چی وقت عید است، یک روز پس پیش میاد. ماه مبارک رمضان چون که ما و شما یک ماهای هجری قمری داریم، یک ماهای هجری شمسی داریم و این معلوم و ظاهر و هویداست. ماهای هجری قمری گاهی اوقات یک روز کم یک روز زیاد است. درست. و یک ماه فرض است، هم یک ماه فرض بودن. رمضان یک از ماهای 12 ماه قمری هست. همون مدت معتبر است که یک ماه چه ماه 29 روزه باشه، هم 29 روز تکمیل میشه روزه داران هم اشخاص که روزه میگیرن. درست. و روزی که 31 باشه اونم 31 مشکل نداره. خیلی در مسئله فقهی عباداتتان قبول و درگاه الهی بیاین و اذکار و به عبادات مخصوص شب قدر همچنان بپردازیم. کدام عبادات را زیادتر انجام بدیم فضیلتش بهتر و برتر است؟ گپی خوبی را اشاره کردین برادر عزیزی ما. شب قدر، هدف شب قدر عبادت الله سبحانه و تعالی و طاعت الله سبحانه و تعالی بوده. خصوصا در این شبها اذکار و دعاها و درود فرستادن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد انجام شود. و همچنین علما میفرمایند، مثل ابن جریر میفرماید شبی است که در این شب طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی، اذکار و دعاهایی که منقولی است، معصور است از رسول نازنین صلی الله علیه و سلم، خیلی دعاهای بیشتری نماید. اگر انسانی که قرآن میخونه، ذکر میکنه یا درود میفرسته به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شبها، این همه از جمله عبادت حساب میشه. ولی میخوام یک دعا را برای شما بیانگر شوم. راوی حدیث حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کرد، گفت که ما اقول فیها، اگر ما شب قدر را دریافت کنیم چی دعا را در زبان خود ما تکرار کنیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت این دعا را تکرار. خیلی یک دعای پر معنا پر محتوا است که رسول نازنین صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یک دعایی است که یعنی هر مسلمان باید شبهای قدر، رسول نازنین صلی الله علیه و سلم برای حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیانگر شد، گفت ای را برای امتان دیگر هم بیانگر شد. این دعا را همیشه اونها تکرار کنند، چون که خداوند متعال خیلی مهربان ذات است. خداوند الله سبحانه و تعالی دوست داره عفو را، بندگانش که یک قطره اشک را که جاری میکن در این شبها و بندگانی که سالهای متمادی مصروف عصیان و نافرمانی بوده، ولی باز هم الله سبحانه و تعالی میگه بندگان من به نزدیک به من شود. نبی عبادی، خبر بده بندگان من را صراحتا. آیت قرآن است انی انا الغفور الرحیم، من یک بنده ذات بخشاینده و مهربان هستم. لذا یک دعایی بود که برایشون بیان کردم. این دعای سقه است که امام بخاری حدیث را ذکر کرده. خیلی خوب. به شب قدر تاثیرات روی زندگی روزمره ما همچنان داره؟ 100% داره شب قدر، به خاطری که شب قدر در اصل شب قدر حکمت فلسفه تغییرات آوردن به ذهن و افکار خود انسان است. درست. انسان چون که یک راز و نیاز به الله سبحانه و تعالی میکنه، تمام چیزهایی که در ما قبل فکر و اذهانی که داشت در این راز به امر معشوق خیش، به امر الله سبحانه و تعالی که راز نیاز میکنه، باید انسان آنقدر تحولاتی بیارد که یعنی از گناهان گذشته و از افکاری گذشته و از هزانی که در سابقه در ذهن خطور می از همه باید دور شود. یک تغییرات خاص بیاره که بعد از این ماه مبارک رمضان اگر عمری باقی باشه باید همیشه مصرف طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی. خیلی خوب. جناب وفایی صاحب، زیادتر جایا شنیدیم و علما همچنان میگه که ارتباط داره شب قدر با سرنوشت و تقدیر انسان یا بندگان خداوند. این ارتباط چگونه میتونه باشه؟ میگن که در شب قدر سرنوشت یا تقدیر انسان ها
نوشتمش از 1 سالشان. دقیقا در سوره قدر من کل امر، همین نکته آخری اشاره به همین کلمه تقدیر میکنه. یعنی در یک معنای من کل امری نیست که اگر فرشتگان و حضرت جبریل امین که به خاطر دیدار و نظارت بندگان الله میاین، این امر الله هست. توجیه دیگری که مفسرین کرام قائل به این است، این شب قدر و در این شب یکی از خصوصیت این است که تمام تقدیرهای 1 ساله انسان ها نوشته میشه مفصلا. گرچه بعضی ها در تقدیر که اگر این توجیه را بکنیم مناقض به امرای تقدیر دیگه است که چرا الله سبحانه و تعالی قبل از اینکه انسان ها را پیدا کنه همه چیز مقدر بوده، همه چیز مشخص بوده. درست. ولی تفسیرش این است که ما 2 قسم تقدیر میگه که اجمالا یکی تفصیلا. اجمالا قبلا همه نوشته است، ولی تفصیلا 1 سال قبلی را الله سبحانه و تعالی برای فرشتگان خیش دستور میدهد که برای اونها به شکل تفصیلوار یک بنده من در 1 سال بعدی چه کار را انجام میده همه را تفصیلوار نوشته کنه. این هم ربط مناسبتی داره از این کل امرین. خیلی خوب، بیاین پیام شما رو داشته باشیم به کسایی که تازه این شب را جستجو میکنن میابند و اجزایی که چی درس را بگیرن، چی پیام را از شب قدر بگیرن. شب قدر یکی از ویژگی های امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و این توصیه را برای برادران عزیز و مسلمانان و خواهران مادرانی که از طریق برنامه شما صدای مرا میشنوند، یک شبی است که الله سبحانه و تعالی یک ویژگی خاص، یک بشارت خاص، یک مژده خاص را نازل کرده که ما می توانیم با عمر کم و همچنین با وقت کم مصروف طاعت و عبادت الله باشیم. الله سبحانه و تعالی خیلی دوست داره در شبهای قدر آشتی به امرای بندگان خویش کنه، ولی بنده هست که از خدا دور هست، آشتی نمیکنه. شبهایی است که ما و شما توبه رجوع به طرف الله سبحانه و تعالی کنیم. بالخصوص شبهای قدر آیا سال بعدی برای ما و شما نصیب می شود نمی شود کسی نمیداند، چون که عمر در سراغ همه من شما میرسه. آمدن با ترتیب ولی رفتن بدون ترتیب. نمیدونیم آیا رمضان بعدی و این شب بزرگ و این شبی که از کلمه خیلی قدر معلوم است، این عظمت این شب الله سبحانه و تعالی برای ما نصیب میکنه نمیکنه. از این فرصت این همین عمری که برای ما هست یا همین لحظات که برای ماست، این را بسیار غنیمت دانسته شبها عبادت الله را کنیم. لحظه به لحظه روز فراق است. ما شما میبینید دهه اخیر قرار داریم، این شب 25 و 26 چند روز دیگری باقی مانده. کوشش کنیم در چند روز اخیر و مسلمانان عزیز خیلی باید ما و شما از این شب گرانبها یعنی استفاده خیلی کامل بگیریم. خیلی سپاسگزار هستم جناب مولانا نصرت الله وفایی عالم دین که در برنامه حضور یافتن. در خداوند در میزان اعمال صالحتان زیاد بکنه. تشکر از حضورتان. زنده و سلامت بشیم، بخیر باشیم.